دوستای عزیز، زمانی که ما در یک جمع میریم، در یک مجلس میریم، در جایی میریم که دوستای ما، اقارب ما و یا آدمهای ناشناس وجود دارن، این افرادها اول زمانی که تو وارد میشی لباس تو معرفی تو هست. هر قدر لباس شیک بپوشی، هر قدر زیبا به نظر برسی، آدمی بهتر و خوبتری به نظر میرسی. و زمانی که شما از این مجالس، از جمع دوستایتان، از جمع اقاربتان و از جمع جلساتی که حتی کسی را نمیشناسید بیرون میشین، سخنان شما، افکار شما معرف شما هست. پس به خاطری که سخنان زیبا بگوییم و افکار زیبا داشته باشیم، باید کتاب‌های زیبا بخوانیم. پس رفیق، کتاب‌های زیبا بخوان، افکار زیبا داشته باشی، سخنان زیبا بگویی تا زیبا به نظر برسی. و همین سادگی.